در مورد زنده بودن خضر که تلفظ صحیحش همون خضر هست، هیچ گونه دلیل علمی و روایت صحیحی وجود نداره. بیشتر استدلال کسانی که قائل به زنده بودن خضر هستند در واقع یک سری حکایاتی هست و داستانهایی هست و یک سری روایاتی هست که ضعیفند، در حدی نیستند که انسان بشه به اونها استدلال کرد. به این خاطر جمهور اهل علم نظرشون بر این است که خضر یا همون خضر از دنیا رفتند و فعلا وجود خارجی ندارند. و علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خودشون مفصلا به این موضوع پرداختن و همچنین علامه شنقیطی رحمت الله علیه در ابوال بیان و علمای دیگر، و دلیلی برای حیات خضر وجود ندارد.